سلام همگی، خیلی خوش اومدیم به چنل خودتون. من قنبری هستم و تو این ویدیو قراره با همدیگه انواع احوال پرسیایی که توی موقعیت و توی کشورهای دیگه استفاده میشه با جواب رو با همدیگه کار کنیم که ممکنه بعضیاشو اصلا نشنیده باشین و دوست دارم مثلا بنویسید که شما معمولا در جواب احوال پرسی چه جوابی میدین و از چه کلمه بیشتر استفاده میکنین. بریم ما هم دیگه شروع کنیم. این ویدیو کوتاه، از دستش ندید. بریم ما هم دیگه شروع کنیم. اول اینکه من خیلی از جمله ها رو ترجمه نمی کنم به این دلیل که معادل فارسی درست حسابی واسش نداریم و خیلی نمیشه معادل قشنگی واسش پیدا کرد و ترجمه گاهی اوقات اشتباهه. خب اکثر این مواردی که میبینید غیر رسمی هستند و اولین ساختاری که واسه شما در نظر گرفتم how's it going. به تلفظ من دقت کنید. نمیگم how's it going. بعضی وقتا لینک میشه لغات به هم. میگیم که how's it going. how's it going یعنی اوضاع چطوره. اوضاع چطوره. خب اگر going میاره تو جمله میتونیم با همون ساختار جواب بدیم. It's going well یعنی خوب داره پیش میره. It's going well. یا pretty good خیلی خوب. Pretty good. pretty وقتی که تو یه جمله میاد که در واقع قبل از یه صفت قرار میگیره مثل good, bad، حالا هر چیزی دیگه معنی زیبا رو نداره و معنی خیلی به خودش میگیره. یا میتونیم بگیم که not bad، بد نیست. یا اگه بخوایم همین سوالو از شخص مقابل بپرسیم میگیم که how's it going with you. اوضاع واسه تو چطور پیش میره. how's it going with you. و یه ساختار خیلی جذاب که مطمئنم خوشتون میاد. دیدین توی فارسی که به اون میگه اوضاع چطوره میگه هی میگذره. دقیقا این ساختار همونه. It's going. میگذره. بریم سراغ ساختار بعد که خیلی زیاد میشنوید. What's up. What's up. حالا یه ذره عامیانه ترش کنیم، خودمونی تر میگه sup. Hi bro. sup. یعنی چه خبره. Not much. You. Not much. یعنی خبر خاصی نیست. خبری نیست. Not much. You. Just the usual. Just the usual. یعنی دقیقاً نه اینجوری بگم که طبق معمول. چجوریه؟ Just the usual. یا nothing special. خبر خاصی نیست. چرا گفتم خاصی؟ خبر خاصی نیست. Nothing special. اوکی. این ساختار که استفاده میشه ساختار سوم زمانی که ما داریم در مورد یه شخصی صحبت میکنیم که یه مدت ندیدیمش. خب یه مدت ندیدیمش و بهش میگیم که how have you been. یعنی کجا بودی تا الان. ببین با همون ساختار جواب میدیم. I've been good. البته این که معنیش کنیم کجا بودی اشتباه. یعنی من دارم اینجوری میگم تو ذهنتون بمونه که وقتی یه نفر یه مدت ندیدیم از این ساختار استفاده میکنیم. I've been good یا I've been doing well. ببین این ساختار این شکلی که هوا میاری با been خودش این دوتا توی جمله هست و علاوه فعل اون با ing. و زمانی که میخوایم بگیم تو چطور، یکی از returning question ها یا سوالات برگشتی در واقع بهترینش همون how about you. دقت کنید نمیگم how about you. خیلی وقتا تی و یو وقتی پشت سر هم دیگه میاد چه تلفظ میشه. how about you or how's everything. اوضاع چطوره. how's everything. ببین میتونیم خیلی وقتا با همون everything جواب بدیم که اینجا داریم. مثلا میگه all good here. اینجا همه چی خوبه. all good here. یعنی ساختارم خیلی ساختار قشنگیه. can't complain. آقا شکایتی نیست. اما خدا رو شکر خودمون هست میگیم خدا رو شکر. میخوایم یه ذره بنالیم. خدا رو شکر. شکایتی نداریم. Can't complain. Everything's fine. Everything is fine. تمام every ها is داره بچه. یادتون باشه. به جای fine هم میتونید هر چیزی استفاده کنید. هر صفتی که میخواید. Everything's good. Everything's perfect. How's life. زندگی چطوره. یا میتونیم بگیم how's your life. تقلب کنید. با لایف سوال پرسیده با لایف جواب بدید. Life's good. یا همون life is good. یا it's not going well. یکی از ساختارهای پرکاربرده برای همین چند بار استفاده کردم. وقتی میگه it's not going well یعنی خوب پیش نمیره. It's not going well. What about yours? What about yours? دقت کنید که اینجا از yours استفاده کرده. yours یعنی زندگی تو چطوره. بر همینه که نگفته what about you یعنی زندگی تو. به جای که بگه what about your life گفته که what about yours یعنی زندگی تو به چه شکله. اوکی بریم سراغ ساختارهای بعدی. What's new. مثل همون واتساپه. What's new. بچه new نیستا. What's new. Not much. You یعنی
هیچی، خبری نیست. داره خبر ازت میگیره دیگه. Just the same old stuff. Just the same old stuff. بچه استاف یه کلمه فوق العاده پرکاربرد به معنی چیز، مثل چیز خودمون خیلی استفاده میشه. مثلا یه چیزی میخواستم بگم، یه چیزی دارم. وقتی میگه just the same old stuff یعنی مثل قبل. خب یعنی همون چیز، همون جوری که بوده الانم همینه. Nothing much. خبر خاصی نیست. Nothing much. What's new with you? یه with you میاریم، همون سوالا از خودش میپرسیم. یه وقتی میخوایم از روز طرف بپرسیم، روزت چطور گذشته؟ How's your day going? Going نگید اگه دوست داری از قشنگ‌تر صحبت کنیم. What's your day going? It's as always. مثل همیشه. It's as always. It's going worse. یعنی بد گذشته، افتضاح گذشته. It's going worse. یا این ساختارم خیلی خوبه. It's been good so far. So far رو میتونیم آخر هر جمله بیاریم به معنی تا الان. It's been good so far یعنی تا الان که خوب بوده. It's been good so far. حالا راجع به هفته‌ای که در واقع گذشته میاد ازت میپرسه، میگه How's your week been? هفته‌ت چجوری بوده؟ اگه بیزی باشی، مثلا میخوای بگی سرم واقعا شلوغ بوده، میگی It's been busy but good. سرم شلوغ بوده ولی خوب. یا میخوای یه ذره شکایت کنی، میگی هی داداش چی میتونم بگم؟ هی خواهر چی بگم؟ What can I say? It was awful. ببین it was not. It was awful. افتضاح بود. من اینو خیلی دوست دارم. How are you doing? از این دیگه ترکیبیه دیگه، ترکیب بین عمل کردی که داری انجام میدی، کاری که داری میکنی و حال روزت. بعد تقلب کنید. doing با doing جواب بده. I'm not doing well. خیلی عمل کردم خوب نیست، یعنی خیلی اوضاع رو به راهی ندارم. یا I'm doing well اصلا. اوکی، ناتو نمیاری. بچه جوابا بستگی به شما داره و بستگی به حالتون داره. ولی سعی کنید بعضی جوابا رو حفظ کنید دیگه. هی دنبال ترجمه و لغت به لغت نباشید که حالا گرامر این چیه، این بینه اینجا چه شکله. بعضی وقتا توی زبان انگلیسی باید یه سری اصطلاحات و جمله ها رو حفظ کنید. خب بریم سراغ بعدی. Howdy همون how's your dayه. Howdy خیلی عامیانه کوچه بازاریه. حالا اینو گفتم بهتون، ممکنه یه حالا فیلم چیزی ببینید و اینو بشنوید. حالا یه ذره من جوابش رو این شکلی نوشتم، مخصوصا این سیاه‌پوستای آمریکا. Howdy. Oh man nothing. پسر هیچی. Oh man nothing. و آخریش که استفاده میشه، مثلا دوستتو میبینی خیلی احساس میکنی حالش خوب نیست، بهش میگی Are you well? من خودم توی همچین مواردی استفاده میکنم. Are you well? Are you okay? Yeah good why? آره خوبم. چرا؟ Why are you asking that? چرا اونو پرسیدی؟ چرا این سوالو کردی از من؟ Okay, why are you asking that? خیلی وقتا میتونیم از all right هم استفاده کنیم. all right که اینجا ننوشتم واسهتون. all right همون اوکی خودمونه. میتونیم فقط بگی all right. Okay, I'm all right. خب و حواستون باشه که واسه همه سوالا یه مدل جواب ندین. وقتی یکی ازت میپرسه How is your week been بهش نگه I'm fine thank you. شما از بچگی یاد گرفتیم همش همینو بگیم. اوکی؟ پس به این موارد دقت کنید و واسه توی کامنت ها بنویسید شما کلا در جواب این که یکی بهت بگه حالت چطوره معمولا چی جواب میدید. و اگه این ویدیو رو دوست داشتین خوشحال میشم که نظرتون رو واسم کامنت کنید، لایک کنید و اگر تا این لحظه چنل من رو سابسکرایب نکردین خوشحال میشم که منو دنبال کنید.